پایگاه زعفران خشک‌کنی هدایتی. البته این ابتدای کارمون هست طبیعتاً، ولی مشتریای همیشگیمون باز دوباره مراجعه کردن و شروع کردن زعفروناشونو بیارن. میخوایم کیفیت زعفرانی که خشک میکنیم تو پایگاه هدایتی رو به شما نشون بدیم. چیچا واقعا بلنده، یعنی شما وقتی نگاه میکنید متوجه میشین که تمام سر کلاله ها پهن شده. حالا میخوام روند کار رو برای اینکه بیشتر متوجه بشین کیفیت زعفرون رو ببینید و لذت ببرید. کیفیت زعفران تولید شده با دستگاه 3002 تقویت شده ای ماست. اینجا رو ببینید. حالا میخوام الک رو هم نشون بدم. ببینید زعفرانی که داریم میزنیم رو با الک داریم در واقع میزنیم، با الک‌های خودمون. چند؟ چیه؟